سلام بچه‌ها، امروز با ویدیو جدید میخوایم که امروز بهتون آموزش آموزش بدیم که چجوری آدم خودتون رو بسازید. الان مثلا مثل من نگاه کن، اینجا خودمو ساختم، هوای فتاحی ایران. آره من اینو ساختم. حالا میایم اینجا، الان برای من نیومد اینجا که پرتغالی هست. این آدمه، این نیست، جاش یه عکس دیگه میاد. خب یکی انگار داره شوت میزنید روش، جزئیات انجامی، اسمتون می نویسید، رنگ پوست، مدل موهاش، رنگ موهاش، اسم، فامیلی، اینا رو می نویسید. خب بعد گزینه خرید رو میزنید و بازیکن رو میخرید و اینجوری میاد داخل ترکیبتون. مثلا برای من الان هوای فتاحی خودمه، تو تیم بارسلونا، ایرانیه و با اوورال 83. خب بچه ها، این هم بود از این ویدیو مفید آموزش خرید بازیکن دلخواه خودتون بسازید. بله بچه ها، همین بود. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.